برنامه امروزمون در مورد یه تلنگر بسیار مهمه. با ما همراه باشید. برای تشییع جنازه زنی رفته بودم. دیدم اطراف من یه شلوغ بود. صدایشان بلند بود. یکی میگفت کفن را از این طرف بیاورید تا خوب پوشیده شود. دیگری دنبال محرم جنازه بود برای دفن. صداها بلند بودن و بلندتر میشد. حریص و جدی بودن برای دفن پیرزن. همشان غیرت داشتن، همشان، به این که چشم نامحرم به جسد نیفتد. بله، به جسدی که در کفن پیچیده شده بود. نگاهی به آنها کردم و با خود گفتم اینها مگه همانهایی نیستند که همسرشان را بیرون می بردند با لباسهای تنگ و کوتاه، دون حیا و شرم، با عطرهایی که کوچه ها و خیابانها را طی می کنند؟ آیا اینها همانهایی نیستند که دخترانشان را؟ غیرتشان کجا بود؟ آن زمان که محارمشان شب و روز محو تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای و فیلم‌های و سریال‌ها بود؟ چرا برای زنده هایی که در میانشان هستند غیرتی ندارند و برای جسد پیرزن مورد این چنین غیورند؟ اینجا بود که دلم میخواست به همشان تسلیت بگم، به خاطر مرگ قلبشان در برابر زندگان و زندگی قلبشان در برابر مردگان. کسی که الان صدامو میشنوی، زندگی بس کوتاهه. ما هم یه روز به دیار باقی خواهیم رفت، اما توجه کنیم که الله چه به ما داده و چه از ما میخواهد.